کمونیست‌های شما در مسلمان بودن، با خدا قسم هم کمونیست‌های شما در رحم مردم میخوردن. نه که شما اینم خیلی دشمنی هستین که دیگه شما را فهمیده تو نمیشوه. مردم بیچاره نمیفهمن شما را دشمنو. اینقدر دشمنی خوین شما، اینقدر خیانت دای ملت کردین تا آخر اومده. نعوذ بالله چی دشمنی کردیم با ملت؟ نعوذ بالله. خاک اصلا کمونیست نیستیم بعد دیگه همین کمونیست نشدیم در دشمن میشیم. یکی لنین آدم خوب نگفتیم، استالین قاتل گفتیم، همشه بدبخت گفتیم، بعد که در خوبی میشیم. وی خمی صورت خطا این شکم تا نگاه کرد، شکم بد خار بر این دمای همه جا دیگه چخیلی صورت پارت افتن چخیلی دیگه این کار میکنی. یک آخر یک وقت یک ماشین نم صورت نگاه یه ماشینی کوی بود چخیلی اپرادن نکنیخته. حیرانم یا برام صورت یه بار تماشا کو بین تاریخ تا چخیلی خدت. بو کمونیستو را گپ میزنی خطی کی زدیسته؟ نعوذ بالله کسی افلا نخو من تاخر بگوی. ای بخدا قسم خیلی دیگه چیزی گفتی نگفتی با پیش بگذاروندی برافتی بخدا. سینوخی برادرای عزیز این همین صورت تماشا کو خمی و عرق خورده سن همین مودم خطیشون نه نگاه کنی نوخی و زدیسته یگان اینجا دیگه اپراود نیست که اپراودت نمیکنی خطی حروم خورو هستی. این همیو یک گروه هستین بخدا قسم بدتر همه خدات تماشا کخته این همیو کیا قطید تو کمونیست تهمت میکنی و دماره این نگاه که صورتا ولی من چوبش میکنم در فیسبوک اون تشکر سیفلا کمونیست نیست یگان تشکر حکومتی نیست اونو همش کارگرای از زوادن و آدم رسیه آمده گی یا رسه آمده کم رسیده گی برای ساختنی اسپی کامپیوترنی سنترای برای ساختنی چیزایی یعنی که مرکز تکنیکی برای هم کامپیوترنی سنتر و هم ای بالا اون سال نشنی بطری ای که همو رسه و رسیه آمده گی چه یکون آدم دیگه نیسته گون زدیست نرقه کدومی بوجود قطعی همیو شما هم یک مافیایی فهمیدی فقط آدم را تهمت کمونیست کم با خدا قسم کمونیستات هزار بار خوب بودن آنو لنین هم خوبه سلمت خوب شما کمونیست گفته حق مردم ها خوردین اونا برای مردم ها میدودن شما حق خوردین حق مردم ها این همید یک عرقری اینها تماشا کخته یا بار امروز ملو شده سلامت باشی من الحمدلله ایمان دارم من الحمدلله ثم الحمدلله نه عرق خوردم نه خطی حرام خوردم او با گفته ایسم که یک روز ای روسیه برای شدن شرکت اسپیه ما عرق نخوردیم اما کسی افلا با گفته ایسم به زبان تاجیکی بفهم و تحمد نکه ای الله بترس این چی قرد که از قدیم جنگ داری به دست شپنات خیز ایسر رو خطی برداشتگی این امورا کی را تخیری همه لوبوی که از بیند میگه عرق زدی سر خطی همیو خطی الکشوک چی شدگی سنجی هم ماشینی کی فهمیدی شما مرا چیده قرار میکنه که شما آدم مردمی توجیه که با کمونیست گفته آدم را گمراه کردین پانتورکو را طرفدار شما پانتور که نخی من میدونم تو برای چه پشتی به پانتورکو را میگیری برای که شما سیستم شما پانتورکیزم برای که شما با دست شما ملت توجیه کشتن نمی پانتورکو برای انمی که اپراود داد میکنی نکی کو برای چی برای انمی گور سوزاده دینگ جوشد شما پاتریوت ملت توجیه نیستین شما فقط برای کیساتون همی کارا میکنین همون سال 90 همه شما بیزنس مینو همه ملت مردم را کشتین شما بدین ای بله پانتورکو که یک حیات مردم را میکشتن و فرصت یافتن با دست شما خوینو با دست شما خوینو مردم توجیه درو وردین کشتین با میدان ها کشوندن چون اسلام ایش کمونیست گفتن ایش اسلامیست گفتن و خود دودن که کشتن مردم را همه وقت اینمی شما خوینو اگر نابود نشین اگر کوی مردم ما عبود نمیشه و ایرا مطمئن باشین اینم خیلی خوین اگر در تو وقتی هسته ما میگم روز بارز ما میفهمه یا نمیفهمن تو بر این خوین نامادیق بول تو یک عرقری الکش نگاه که قد حرام خوروی با دمو میبروی هر گپ میگوی ای خدا بترس کسی افلا ای الله بترس ای الله بترس تحمد نکه گفته ایسم تا کسی افلا تون پرستی تو کمونیست میشید تو کمونیست کمت را کمونیست نچون مسلمان میشید تو شیطان پرستی تو آدم کشی تو عرقری حرام خوری شما انمی کارا کردین مردم ما را با کمونیست به هر چی تقسیم کردین شما انمی بدبخترین شما این که امروز کنش نشما نمیگین که امروز شما پانتر کن شما یگون مقصد دیگه بدارین
شما یکم پلان نگاه برای نابود کردن مردم ما دارین. هیچ پلان نداریم ما پلان یکم پلان نداریم. هم خواستیم تحمد نکرد کسی فلو که الله بترس تحمد نکرد کسی فلو بشی هم جا چخ که هم بگی یکم پرابلم نیست. دفش هم ترا نبینده دمیجا برای دفشت خوین خدا زادوش ما همه قد 100,000 ملتی ما را کشتن همه خوینو ولی هم چینه برام دفش نبینمد با نام خدا یک شیطانی تی برای دفش نبینمد دمیج که کانال دادگاه این افشیدک دفش نبینمد خدی هم نهزتیتون شما خوینو تا وقتی که شما اصلا این مردم ما میکشن مردم ما را. سلامت باشه کسی فلو گب نیست. سلامت باشه اینم رفتیم 24 ساعت خودش تحمد مینه یا تحمد های مینه که کور یا تمام کور شیطان گفتی امامو روش سیاه مینه یا امام اعظم قد 4 مذهب را گفتی روش سیاه های کور خدا بزند نخواهیم تر تحقیر کنی که روش سیاه های قد دین خدمت که اگین و کی خدمت کردن مردم 4 مذهب دا تقسیم کردن مردم ایدین گفتن مردم به سواد شدن. ببین مردم او 4 مذهب دا تقسیم نکردن مردم نمی شیطانش مت پانترکو نمی اینمی خدا زدو یو هم ریشه اینو یکم پلیدور اخی اینمی حکومت فاشیستی پانترکی که همی تشکیل کرده بودن همیو این ایدئولوژی فاسخه همیو تشکیل کرده مسلمان را تقسیم کرده اینجا یک صاحبای مکتبی یا گناه ندارن اینو هم خیلی ساختن همی پانترکو ساختگیان خاطر نو زاپد مسلمان را تقسیم کردگیان یا هیچ دانشمندو بودن در وقتش با نام اینو نویستگی کتاب ها کردگیان امت گرفتن پراکنده کردن این بعد از خیلی شیطان که وزیر تبود که ابلیس یا خدا زده حرامه که یو تو چی درجه را خوینان نگاه کردن نمیفهمن